یه شب من و مایکل و لامار تصمیم گرفتیم که یه کاری بکنیم، احضار جن. از من به شما نصیحت بچه‌ها، هیچ وقت سمت این چیزا نرین و هیچ وقت هم امتحانشو نکنین. ما حماقت کردیم و احضار جن با هم دیگه انجام دادیم. اولش فکر کردیم که شوخی و الکی و هیچ اتفاقی نمیافته، ولی کم کم داخل خونه من یه اتفاقی داشت میافتاد که واقعا ترسیده بودم. اگه این ویدیو رو هم تنها داری نگاه می‌کنی، امیدوارم که لذت ببری. پس بدون معطلی برو بریم. بچه‌ها بیاین تست کنیم. بابا به خدا کار نمی‌کنه حاجی، همه اینا الکی ها. من نمیدونم، ولی فرانک با کار کنه یا همچین چیزی دیگه، بالاخره احضار جن و خیلی چیز مهمیه. آره ولی خب هر چقدر میزنیم داشت احضار نمیشه که چی. الان تو چیزی میبینی؟ بابا همه اینا الکی، اصلا همچین چیزی وجود نداره. لامار تو چی میگی؟ راستش بخوای فرانکلین من نمیدونم، ولی فکر میکنم الکیه داداش. تا الان باید کار میکردی، بالاخره یه چیزی جلومون ظاهر میشد یکم میخندیده. آره بابا میگم اینا الکیه داداش. اگه چیز بود الان احضار جن روبرومونه دیگه، با این حرکت انجام میدادیم یه چیزی بالاخره میدیدیم دیگه. کو هیچ نمیبینیم ما. نمیدونم فرانک، فکرم سرکاریه بابا. این موقع شب دوره هم جمع شدیم یه احضار جن کنم که هیچی ندیم. گفتم بیا بعد چند سال یه کاری بکنیم یکم بترسیم. اونم که لکی بابا هیچ اتفاقی نیفته. همش فیک. جمع کنیم بریم. آره داداش کار نمیکنه بابا. منم میذارم همینجا بمونه دیگه. آقا دیگه بریم بگیریم بخوابیم، ساعت 2 نصف شبه. شما هم میریم بخوابیم؟ آره من که میرم بخوابم. اگه با منم کار نداری من برم سر راه گرسنم یه همبرگر بزنم و بعدش بریم خونه دیگه. میگم فرانکلین میشه شب پیشت بمونم؟ نه داداش هم خونتون بریم بهتره. آخه دوست دارم. منم دوست دارم، ولی خب حالا برو خونتون، نمیخواد پیش ما بمونی. باشه دیگه، خدا نگهدار. خداحافظ بچا، خداحافظ دیگه، خداحافظ. هی بچا هوا هم دیگه کم کم داره خنک میشه. حالا شما بچا تو کدوم شهر زندگی میکنید؟ توی کامنت ها حتما بنویسین. شهر ما که کم کم داره سرد میشه، یعنی شهر ما از پاییز نداریم، ما از تابستون میپریم به زمستون و هوامون خیلی سرد میشه. بریم دیگه کم کم بخوابیم دیگه. آقا اون تابلو احضار جنمون بمونه همونجا. برقا رفت. الو ما اومد. یه لحظه برقا رفت اومد، ترسیدم گفتیم شاید جن اومد. کنه واقعا. نه بابا داشت علی اگه کار میکرد اون موقع کار میکرد دیگه. بابا ولمون. بچه دیگه بریم بخوابیم دیگه. شما هم که فردا مدرسه دارین. البته این ویدیو رو اگه نگاه کنی فکر کنم چهارشنبه دارین نگاه میکنین، پس فردا مدرسه ندارین، قراره اشغال بکنین. نه خوابیم بیدار بمونید. آقا بریم بخوابیم. من خودم خیلی خستم دیگه. شبتون بخیر. چرا خاموش کن داشت علی. 3 نصف شب. بچه صدای چیه؟ تلویزیون روشن شد. بچه بریم تلویزیون صداش داره میاد. تلویزیون برفکیه صداش. چرا اینجوره؟ من تا حالا تلویزیونم اینجور نمیشد. این یعنی اولین باره که بچه تلویزیون من آنتن نداره یا برقای خونم یهو میره. کنترلش کو، کنترل بردار. ای چرا تلویزیون برفکیه بچه؟ میگم این اولین باره همچین اتفاقی افتاده. بابا یعنی چه اتفاقی افتاده؟ من تا حالا برقای خونم نرفته بود. تلویزیون ساعت 3 نصف شب خود به خودی روشن میشه. چون یکم داستان داره هم ترسناک میشه هم پیچیده. چرا باید چراغای خونه من خاموش روشن بشه و یه لحظه تلویزیونم ساعت 3 نصف شب روشن بشه؟ من باید زنگ بزنم به مایکل. یکم بچه ترسیدم. امیدوارم مایکل بیدار باشه. مایکل جواب بده. بودو تو رو خدا جواب بده. الو سلام مایکل، خوبیم؟ فرانکلین نصف شب چه میگی به ما زنگ زدی؟ مایکل میگم تو خونه من یکم اتفاقای عجیبی داره میافته. خب بعد دروغ چرا یکم ترسیدم. میشه شب بیام خونتون؟ فرانکلین بی خیال دیگه. امشب احضار جن کردیم حتما ترسیدی و خیالاتی شدی. ببین خیالاتی نشدم آخه. تلویزیونم خود به خودی روشن شد، بعد چراغای خونم هم خاموش روشن شد. یکم عجیبه. نمیدونم خواستی بیا دیگه اتاق بچه خالیه، بیا اینجا بمون. باشه من الان میام. خدافظ. بچه‌ها من برم خونه مایکل. آقا یکم ترسیدم راستشو بخوین. اینجا خونه خیلی عجیب شده. بس من برم خونه مایکل، درو ببندیم قفل کنیم. برو بریم سمت خونه مایکل. آقا ما رسیدیم خونه مایکل. امیدوارم که مایکل پسر چرا حیاتن؟ مایکل دوش مگه نخوابیدین شما 3 نصف شب؟ چیکار میکنین؟ سلام بچه شما بیدارین و حیاتین؟ ببین راستش بخوای نمیدونم. جیمی منو بیدار کرد. میگه تو حیات دیدم یه نفر داره راه میره. آره فرانکلین یه نفر دیدم تو حیاتمون بود. خب کی بود؟ الان کسی نیست اینجا؟ یعنی نگهبان و اینا کسی رو ندید؟ نمیدونم بابا. من میگم پسر بچه خیالاتی شده. انقدر میشینه صبح تا شب با این گوشی و اون پلی استیشنش بازی میکنه. دیوونه شده. نه بابا به خدا راست میگم. من یه نفر دیدم تو حیات بود، لباس سفیدم داشت. تو حیات یه نفر لباس سفید؟ چرا 3 نصف شب یه همچین چیز ترسناکی تو باید ببینی؟ نمیدونم اما فرانکلین راست میگم. بابا پسر جون تو اینقدر صبح تا شب میشینی بازی میکنی به خاطر اونه حتما. نه به خدا با چشای
خودم دیدم. والا چی بگم. بعد حالا جیمی تو یه لحظه میری خونه، من با بابات کار دارم. باشه ولی من واقعا یه نفر دیدم. باشه تو راست میگی. خب ببین مایکل، من خونه بودم، چراغای خونه یه بار روشن خاموش شد. حالا اونو میگم آقا اوکی، اتصالی برق بود. خب همون قبل خوابم بودم اون موقعی که شما رفتین. خب دیگه چی شد مگه؟ ببین همین چند دقیقه پیش من که خواب بودم یهو تلویزیون خونه روشن شد، صفحه برفک بود. این تلویزیون من که همیشه آنتن داره برفک بود، نمیدونم چرا. فرانکلین این حرفت خیلی عجیبه. چرا عجیبه؟ خب تلویزیون دیگه برفک میزنه. نه آخه تلویزیون جیمی هم من رفتم اتاقش برفک میزد. تلویزیون جیمی هم داشت یعنی شاید نمیدونم منطقه اینجوره، نمیدونم راستشو بخوای. حالا زیاد راجبش فکر نکن، شاید سیگنالا قطع شده برای همه برفکی شده. بیا بریم داخل بگیر بخواب. باشه بریم داخل. بابا فعلا بیا با این موتور برو، موتور تو یکی از بچه‌ها نگهبانا برد دیگه. ای بابا دستتو مایکل، بابا نگهبانشون بچه موتور منو برداشته رفته، الان من یه موتور دیگه برداشتم. آقا بریم ما سمت خونه. دیشب موندم خونه مایکل خدا رو شکر خیلی بهتر بود. خونه خودم کم کم داشتم میترسیدم، با اینکه چیزی نداشته ولی خب میترسیدم دیگه، نمیدونم به خاطر شاید اون مثلا فازی که گرفتیم احضار جن و اینا، شاید به خاطر اون بود، ولی خب هیچ چیز خاص دیگه ای نبود اونجا. اوکی بچا بریم یکم سمت خونه. من سیم کشی خونه رم حتما باید چک کنم که ببینم آقا چرا برقمون قطع و وصلش میشد. خب بچا رسیدیم خونه. آقا سه تو نگاه کن، همه چیمون قرمز شد و چقدر خفنه. بریم خونه، من یه سیم کشی خونه رو چک کنم. از صبح خونه نیومدم و اینا. چاپ چرا رفتی زیر پله ها؟ چاپ چی شده؟ چرا اینجایی؟ چرا غذاتو نخوردی؟ چاپ چاپ حالت خوبه؟ بچه چاپ یه چیزی شده، انگار خیلی ترسیده، بدنش یخه. یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی افتاد؟ کی اومده چاپو ترسون داخل خونه منم؟ کسی نمیاد، دوربین مدار پسته و اینا همه چی داره. دیشب اون اتفاق افتاد، چاپو من تنها گذاشتم. بچه من شده چاپو یه ماه تنها بذارم، ولی اینجور تا بار ندیده بودم چاپ بترسه. آقا خیلی عجیبه. بزنین مثلا داخل خونمون نکنه کسی اومده باشه. الو کسی خونه است؟ هیچ خبری نیست. نه دیگه خونه خودمونه دیگه داشت، کی میخواد باشه؟ آقا هیچ خبری نیست. خب بچه من برم سیستم سیم کشی خونه رو یه چک بکنم، شاید مشکل از اونجا بوده. اوکی برق و اینمون قطع میشه، بذار دستگاهش اینها اینجاست، یکم من اینو چک کنم و بررسی کنم اینا مشکلش چیه دیگه. آقا ما اینو درست بکنیم و بعد شاید یکم برم بیرون و یه سرم باشگاه برم. باشگاه خیلی وقت نرفتم، ورزش یادتون نره. ساعت 10 خب بچه بشینیم یکم یوتیوب نگاه کنیم آقا، چیل کنیم. خیلی وقت بود که روی این مبل دراز نکشیدم که یه فیلمی یه چیزی ببینم. اینم بچه آب با قرص ویتامین سی که ویتامین سی بخورین خیلی خوبه. مثلا اینم داشلی چیکار کرده تو این ویدیوش. این ویدیوشو بچه اگه ندیدین حتما ببینید که خیلی خفنه. با این وسایل گیمینگ و صندلی گیمینگ خریدی داشلی، عجب رفیق خوب. بچه چی بود؟ بچه شما هم شنیدین؟ اوه بیرون چه بارونی میاد. الو کسی اونجاست؟ بچه یک لیوانم شکسته، چیزی شد. آقا من یکم واقعا ترسیدم، خونم خیلی عجیب شد. یه لیوان افتاد شکست. هوا هم چه طوفانیه. وای بچه من دارم کم کم نگران میشم. واسه لامار یه زنگ بزنم ببینم. مایکل که میگفت خونمون نمیدونم یه نفر تو حیاتش بود. الو سلام لامار، خوبی؟ سلام چطوری فرانکلین؟ خوبم مرسی. لامار میگم تو بعد اون شبی که با هم بودیم اتفاقای عجیبی پیش نیفتاده؟ نه ولی یه همبرگر خوردم خیلی بدمزه. وای تو هم دهن ما رو سرویس کردی با این همبرگر. نه منظورم اینه که یه اتفاق ترسناک، یه چیزی که بترسی. نه ولی خب دیشب 3 نصف شب بود فکر کنم چیز شده بود، این تلویزیونمون یهو روشن شد. من دومت کردم آقا. ساعت 3 نصف شب تلویزیونتون روشن شد؟ بر چی روشن شد؟ نمیدونم، صفحه برفک بود، خود من متوجه نشدم. تلویزیون دیگه قدیمیه خرابه، بالاخره آنتن نمیده. یعنی تو میگی که ساعت 3 نصف شب تلویزیونت روشن شد، صفحه برفکی بود؟ آره خب این خیلی بچه بهش نگم بگم میترسه. لامار میگم فردا میتونی بیای خونمون؟ چرا؟ بیا دیگه بیا، یه کاری دارم. پس میگم اگه میام یه ناهارم آماده کن دیگه. ناهار باشه، ناهارم آماده میکنم. چی میخوای؟ ببین فرانکلین یه همبرگر برای من بخر آماده کن، من بیام بخورم عشق کنم. وای خدا وسط این گیرو بری بنشین. باشه یه همبرگر برات اوکی میکنم. بچا فردا لامار بیاد، با لامار صحبت کنم، اینا رو بهش تعریف کنم. الان بگم میترسی شبه. من خودم دیگه بچا میرم بگیرم بخوابم، واقعا ترسیدم. ای فرانکلین به خدا داری شوخی میکنی داشت، سکتمون ندا، سن ما بالا، این قلبمون ضعیفه و قلبمون میگیره میمیریم ما. بابا به خدا دارم راست میگم. ببین چراغا خاموش شد، تلویزیون برفکی بود، لیوان دیشب افتاد شکست، من سکته کردم، برای همون به تو زنگ زدم دیگه.
خیلی عجیبه. بعد تو میگی که خونه مایکل هم یعنی تلویزیونش اونجور شد؟ آره خونه مایکل هم اونجور شده بود. این خب یکم ترسناکه. میگم فرانکلین نکنه هزار جن کردیم واقعا جن اومد. نمیدونم لامار، مگه امکانش هست؟ خب ببین اینا واقعی هن دیگه، الکی که نیستن. شاید واقعا یه هزار جن کردیم. پخ ای پخ زهر مار، کلشو بگیرم تو این جکوزی بکنم بابا. چیزه بابا نمیدونم، هزار جن میگم بعد اون اصلا یه اتفاقای عجیبی افتاد. خدا لعنتت کنه سکته کردم. میگم من یه نفر رو میشناسم، بذار زنگ بزنم بیاد. یه پیرمردیه راجع به این چیزا خیلی میدونه. نکنه این پیرمردت هم مثل خودت دوباره عشق همبرگره؟ نه اون 30 سالی ازش گذشته دیگه، سنش به همبرگر جواب نمیده. باشه حالا زنگ بزن یارو بیاد ببینیم چه خبره. آجی این خونه من واقعا داره اتفاقای عجیبی میفته. الان بهش میگم. اینجور حرف میزنی 2 ساعت بعد. خب بچه اون پیرمرده اومد. آقا من ظاهر اینو که دارم میبینم این چیزی سر در نمیاره، ولی خب لامار گفته بیاد دیگه. خیلی خوب من میرم داخل خونه، ولی هیچ کس نیاد داخل خونه. داخل خونه؟ خب الان ما داخل خونه ایم دیگه. نه پسر یه بچه پر رو، منظورم داخل. آهان داخل. باشه آقا حالا شما برین داخل ببینین چه خبره. میگم خونم کلا یکم عجیب غریب شده. خیلی خوب شما همینجا بمونید. این سگ دیوانه خودش جن زده است بابا. سگ برش نگه میداری آخه. بذار یه خونه رو چک کنم. یکم خونه عجیبیه. خیلی خوب بذار ببینیم اینجا چه خبره. مردی که عکس خودشم زده رو دیوار، این چه وضعشه؟ بذار ببینم. تو الان که چیز عجیبی حس نمی‌کنم. نه خونه جن نداره، یه داشت حس. سب کن ببینم. از این بر یه حسایی دارم. بذار ببینم چی این. هزار جن. سب کن یه چیزایی دارم حس میکنم. این خونه جن داره، ولی یعنی هم که داخل این خونه از خیلی خطرناکه. میتونم بگم کار شیطانه، ولی بذار ادامه خونه رو ببینم. ولی هرچی هست وقتی نزدیک این هزار جن میشم حس خیلی سنگینی و عجیبی دارم، ولی مطمئنم داخل این خونه یه خبرهایی هست. بذار ببینم. آخه این 2 پسر احمق این چه کاری بود کردین شما؟ چرا باید همچین چیزی بکنین و هزار جن بکنین؟ مگه دیوونه هستین آخه؟ همین کارا رو میکنی همین بلم سرتون میاد دیگه. نگاه کن احمقا رو. والا حاجی من بعید میدونم این پیرمرد چیزی حالیش باشه. ای دهنت سرویسی، چرا اینجا وایساده؟ حاجی جان الو. سکتمون داد. بیا این اسکول به من نگاه میکنه میترسه، بعد اومده هزار جن میکنه. ای من گن زدم به اون مغز نداشتتون. بذار ببینم. از اینجا هم حس عجیبی دارم. حس میکنم که 1 نفر 2 نفر نیستن. این هرچی هست هزار بدی کردن. یه نفری که خیلی آدم خشنی بوده. نسبت به این آینه هم حس خوبی ندارم. ای لعنت بهتون که هزار جن کردی. آره این خونه یه خبرایی هست، ولی خب سر در نمیارم که کار کیو اوکی میشه یا نه. ولی بذار خب بهشون بگم، مثل این که نه اذیتش کردم. آهای پسر جو میدونی چیکار کردی؟ جان پسر جون چیکار کردیم؟ شما یه شیطان رو احضار کردی؟ شیطان؟ ما فکر کردیم اون حالا کار نمیکنه الکی بود. یعنی واقعا یه نفر احضار شده؟ ای گندش بزنی فرانکلین، گند زدیم که. آره بعد خب الان چیکار کنیم؟ یعنی باید از این خونه بریم؟ نه اون فقط اولش بود، خیالت راحت دیگه، باهات کاری نداره. امیدوارم که کاری نداشته باشه دیگه. یعنی الان همه چی اوکیه؟ تموم شد رفت؟ آره پسر جون تموم شد رفت، نگران نباش. باش حالا او سکته نکن، این پیرمرد داره همینجوری میمیره. 5 ساعت بعد. میگم لامار جان من حالا نمیترسیدم، حتما نیاز نیست خونه ما بمونی، میتونی بری خونتون. اذیتم نکن دیگه فرانکلین، بذار من بمونم اینجا. داداش من خودم تو خونه خودم راستیتش تنهایی میترسم. بذار بمونم پیشت دیگه، من کاری ندارم، این بغل میخوابم دیگه. با بچه‌ها این اومده شبا بمونه پیش من، میگه تو میترسی، اومدم مراقبت باشم و من نمیخوام این پیش من بمونه. میگیرم ماچت میکنم، اذیت نکن. کی میخوای ماچ کنی؟ خجالت بکش مرد گنده. بیا بگیریم بخوابیم دیگه. آره فرانکلین بیا بگیریم بخوابیم. ای دهنمو رو سرویس کردی بابا. اینم چقدر خورپوف میکنه بابا، نمیذاره بخواب. صدای چی بود؟ کی اونجاست؟ چرا خاموش شد؟ فرانکلین. ای بابا مرد گوندم خوابه، وایسا ببینم اون چراغای خونه خاموش شد. بذار ببینم. همبرگر. ای امان همبرگر داره اینجا. یعنی فرانکلین برام همبرگر گذاشته، باورم نمیشه. بچه ها اینجا رو نگاه کنید، همبرگر این بردارم بخورم، خیلی گرسنه.
کی اونجاست؟ یعنی یه نفر من صدا میکنه؟ بابا بذار همبرگرمو بخورم. بابا کی هست؟ فرانکلین یه نفر منو صدا میکنه. ای بابا اینم همش خواب. این همبرگر کی صدا میکنه؟ بذار برم ببینم. بله کی اونجاست؟ بله. ای بابا چرا هیچ کس من نمیبینم؟ خب کی داره من صدا میکنه؟ خودتون نشون بده دیگه. الو کسی اونجاست؟ آهای صبر کن ببینم کی پشت سرمه. بچه چی بود؟ لامار چرا خاموشه؟ لامار اوی آینه چقدر ترسناکه. کی اونجاست؟ لامار کجایی؟ لامار بود دیگه گفت فرانکلین. لامار صندلی این وسط چیکار میکنه؟ لامار کجایی؟ الو بچه به خدا لامار بود داد زده گفت فرانکلین. لامار جون کجا رفتی؟ صداش از بالا اومد. توی خونه کسی هست؟ نه. لامار او این لامار چی شد الان؟ مگه کنارم نبود؟ لامار جون کجایی؟ اوی لامار او برقا چرا رفته؟ بچه لامار نیست. آخه 2 نصف شب لامار کجا میتونه بره؟ لامار خب بچه مثل این که من کم کم دارم میترسم آقا یه اتفاقی عجیبی داره میفته. مایکل فقط جواب بده. جون من جواب بده. بودو الو سلام مایکل خوبی؟ سلام چطور فرانکلین؟ بازم نصف شب زنگ زد چی شده؟ مایکل ببین یه اتفاق خیلی ترسناک افتاده. چی شده؟ چرا نفس میزنی؟ ببین الان من با لامار وای زبونم داره میگیره. ببین شب و لامار مونده بود خونه ما. خب دیگه چی؟ بعد ببین این نمیدونم لامار بیدار شده بود چی شده بود یهو داد زد فرانکلین. من الان بیدار شدم لامار نیستش. یعنی چی نیستش؟ کجا رفته؟ بابا نمیدونم الان کل خونه رو گشتم لامار رو پیدا نمیکنم. بعد فقط اینجا وسط حیاط یه صندلی اصلا نمیدونم این داستانش چیه. یعنی اون شد رفته تو زمین؟ ببین مایکل مثل این که واقعا داستان جدیه. باید به چند نفر بگیم که بیان توی این خونه رو چک کنن. یعنی یه جنگیری چیزی باید بیاد. وای فرانکلین توی بد مخمسه گیر کردی. بچا تماس گرفتیم با این 2 نفر مثل اینکه جنگیر هستن و میتونن حالا خونه رو پاکسازی کنن. من دقیق نمیدونم الان فقط استرس اینو دارم که لامار نیست. لامار رو ما هیچ جوره پیدا نمیکنیم. خونه‌ش هم نبود و خیلی استرس دارم. من این 2 نفر اومدن که خونه رو پاکسازی کنن. فرانکلین خیالت راحت باشه لامارم پیدا میشه. بابا لامار تو خونه بود اصلا نیستش. نمیدونم چی شده. آقا شما یعنی خونه رو میتونین کامل جنگیری حالا هر چیزی که هست رو نابود بکنین؟ بله آقای فرانکلین خیالت راحت باشه ما رو میکشی. حالا ان که بکشین. فقط یه کار کن من این لامار رو پیدا کنم. نمیدونم کجاست. شاید شب بلند شدی رفتی یه جایی برمیگرده. خیالتون راحت باشه. خدا دهنتو میشنوه. بعد گفتین که ما الان باید بریم بیرون یعنی اینجا نباشیم. آره شما مزاحم کار ما میشین. لطفا این خونه بریم بیرون. باشه بریم دیگه مایکل بیا بریم. بچا ما از این خونه باید بریم بیرون تا اینا حالا خونه رو جنگیری کنن و یه همچین چیزایی. من دقیق نمیدونم داستان چیه. این آدما اینجا چیکار میکنن؟ بچه‌ها حالا جدا از ویدیو این آدما من نمیدونم اینجا چیکار میکنن. بچه‌ها من خودم یکم همین الان توی واقعیت ترسیدم. بریم ادامه ویدیو. خیلی خب بچه‌ها ما دیگه از اینجا بریم اونا هم کاراشون رو انجام بدن توی خونه. خیلی خب وقتی شده که جنگیری رو شروع کنیم. میگم من برم طبقه پایین یا تو میری؟ نه رفیق من این بالا رو میگردم تو برو پایین. باشه دیگه مراقب خودت باش. بریم این جلو ببینیم چه خبره. خیلی خوب بذار ببینم جنگیری رو شروع کنیم. اینجا هر که من چیزی نمیبینم. بذار بریم بالا. خب اینجا هم هیچ خبری نیست. آها کجایی؟ خودتو نشون بده که میخوام نابودت کنم. کجایی؟ الو رفیق چی شد؟ کجایی؟ وای نه اتفاق بدی افتاد. وایسا دارم میام کامنت. وای باورم نمیشه رفیقم کش. کجایی؟ الو افتاد زمین. حالت خوبه؟ پاشو چی شده؟ مرده. بچه صدا داره میاد. همینجاست. نمیبینمش. همینجا باید باشه. کجایی؟ صبر کن اینم با این دوربین میتونم پیداش کنم. باورم نمیشه. بچه روح اونجاست. بریم بکشیمش. خب بچه باشگاه بودم رسیدیم خونه در رو باز کنیم و یکم خستم. بابا سشته. بچه شما اینجا چیکار میکنی؟ همتون چرا جمع شدین؟ آقا چه خبره؟ اومدیم برات جشن بگیریم. جشنی چی بابا؟ سورپرایزم کردین آقا. سلام فرانکلین اومدیم برات جشن بگیم یکم بگیم و بخندیم و برقصیم. باشه خب چرا هماهنگ نشدین آقا؟ من سورپرایز شدم. پس همینجا وایسین من برم سر لباسام بپوشم بیام. آقا یه شما موزیک بنازی من الان میام. اوکی بچه بریم لباسامون رو عوض کنیم یه موزیک هم بچه‌ها بنازن و یه جشن بگیریم. یه خیلی وقت بود دوره هم جمع نشده بودیم. خب آقا این لباسام پوشیدم بچه. این لباسام خیلی بهتره به نظرم. با همینا بریم بالا یه جشن بگیریم و خیلی وقت بود که دوره هم جمع نشده بودیم. بچه‌ها من لباسامو عوض کردم. بچه‌ها الو بچه‌ها کجا رفتن؟ دوباره برقا رفت. خب بچه‌ها که ویدیوهای ترسناک دوست دارین ویدیو رو لایک کنید و توی کامنت هم قلب قرمز بزنید ببینم کیا داشتن ویدیو رو تا آخرش نگاه می‌کردم. و بچه‌ها اگه ویدیوی ترسناک دوست دارین دوباره بذارم چنل یوتیوب منو سابسکرایب کنید و این زنگوله که نوشتم روشن کن که اگه ویدیوی ترسناک بازم گذاشتم برات یه پیام میاد و میای ویدیو رو می‌بینی.
پیج اینستاگرام اونم حتما فالو داشته باشین، الیکشات و الیکشات نقطه وایتی. دو تا ویدیو آخرم اگه ندیدی برو ببین که خیلی ویدیو خفنیه. مراقب خودتون باشین تا یه ویدیوهای خفن دیگه. بدرود.